خودت رو مانده نکن. مایلش عزیزم. خدا جزای آن کلته کلاس گفتنی آدم را دهد. به ما چسبیده است. هیچ نیکی از ما دور شود. مرا بدم رفتم. مرا کفتنی بود. کفته کلاس. اول رفته در ماشین چرخ نکسن زند، بعد عملیات شروع کنه. جناب اسلامی، سردارم چه خیل است؟ مگر سردارم جزاک الله شد. سردارم لوند با کجا رفتی؟ مرا گذاشته با کجا رفتی؟ من حالا ویله دار میشدم. برای من خواستگاری میرم و ما بسیار کارها را به انجام میرسوندیم. نل جان من لوند گوش کن. من دیگر زندگی کردن نمیخوام. من باید قدی تو میرفتم نل. لوند سفسطه نگو. اکه اونال خوب است. چی؟ خوب است؟ ای دروغ راست میگوی؟ خوب است، زنده است. یک لحظه اگر برای در نزد بیمارخانه برای به پون افتیدنم دروغ گفته ایستاده باشی، دهان بینیت رو میشکنم. به من راستش رو بگو. زنده است. راستش رو میگویم. یا خدای تو با تو هزاران بار شکر. بیا تو را آغوش گیرم. برادر هدیه‌گیری انشالله عائله که بگیرم راضیت بکنم. اوکی؟ خوب است. از جراحی برآوردن، تیر رو هم برآوردن. خوب است. کسی که به سردارم تیر پرانده است قسم میخورم که من انگشتان او رو میشکنم. جناب سمی، ما پلیس ها با کارمون هیچگاه هیچ شاتمون رو آمیخته نمیکنیم. نباشد من کله او رو کیو کنده پرتفته بودم. اما یک چیز عقل من راست نمیگیره. مگر که جرأتی پراندن سردارم را میکند که با این کار جسارت میکند؟ کلته کلاس میگویند. چی؟ کلته کلاس میگویمی؟ تو رو نکشم. حیاتم، اونال جانم خوب هستی؟ اکی اونال چی میگویی؟ اونال چی گفته ایستاده ای؟ جزمه؟ این با کی گپ میزند؟ اونال با کی گپ زده ایستاده ای؟ تو چی گفتن میخوای؟ او در اینجا چی میکند؟ او در اینجا چی کار میکند؟ همه این در خیالش است. به فکرم او خوب دیده ایستاده است. عزیزم خوب دیده ایستاده ای. حقیقت ندارد. میلش من در نزدت هستم. نترس. ایست خیل نکن. بدنم درد میکند. نکن. اپا جان تلاش نکن. یزنا مدهوش است که از همین سبب این خیلی گپ زده ایستاده است. حالا به دکتر میگوییم. جناب سمی، شما باوری دارید من درباره کلته کلاس علیه لعنت همه حجت ها را دارم. او قاتل نیست، او دزد است. این خیلی کار را نمیکنه. چی دانم میخیل گفتند؟ خیر مگر حیاتی سردارم در خطر است؟ آخر از جراحی برآوردن، تیر رو هم برآوردند و حالا باهوش نیست. اگر به سردارم یگان چیز شود دیگر در حیات بودن من هیچ ارزش ندارد. کلته کلاس احمقی ناشدنی، خزنده نابکار. اگر تو رو وقتی دستگیر کردن با ما بس نکشم من رو لوند نگویند. در اینجا نوشته میمونم. لوند ها جون لوند گپ زن. من به تو یک چیزی بسیار مهم میگویم. گپ زن، شما را گوش میکنم. اوی خدا شفا دهد. سلامت باشی خانم جمیله. بله بگو جانم. پلیس کلته کلاس در اینجاست. کلته کلاس اینجاست. همینجاست. حیف شد. عقلش رو گم کرده است. کلته کلاس در اینجاست. او چی دیده ایستاده است؟ به زبانم آمده ایستاده است. چی بود؟ آقای اکرم همش تاثیری نرکوز است. سلامت باشد خانم جمیله. تشکر. همه انسان در وقت جانتیش هر کس سخن میگه. کلته کلاس در اینجاست. کی در اینجاست ها؟ و خیرم لحظه پراندنش به یادش میاد و تکرار به تکرار کلته کلاس گفتن میگیرد. همون لحظه حادثه رو به یادش آورده است. اما این پیش از پرونده نشدنش هم در همه جا کلته کلاس را میگید فاروق.
بابا جان بینید چقدر نفس میکشد مانند اونه که درد میکشد گویا که او را باز پرونده استودم جانم. کلتکی لاسی احمق دامادم را به چه حال آورد؟ اینجاست دارم اینجاست. نه لیکن بر دوام با شما نگاه کرده کلتکی لاس گفته استوده از دومولوزیو؟ با من؟ با خدا شما رو نگاه دارم. من او دقتم رو جلب کرد. بله تو رو نگاه دارم. بله؟ خدا تو رو نگاه دارد دومولوزیو؟ نه به شما همین خیلی نمایان شده است. چرا سیا را نگاه کنن؟ چرا به ما این خیلی نمایان شود جانم؟ آشکار او رو نگاه دارد. خدا عجیب است تو رو نگاه دارد. عجیب است جناب فرخ. معلوم است که نگاههایش به اینجا روز شده است. یعنی اگر هر دومان حالا جایمون روی وز کنیم باز به همینجا نگاه میکنه. یعنی به شما. مایلش نباشد. چی مایلش فروخ بابا زنه چی مایلش؟ کنی تو با اونجا گذر. با اونجا گذر کنی بینیم تو رو نگاه میکنه. گذر. آی امک چی کار کرده ایستادید؟ اینش میگوید به اونجا گذر اینش میگوید به اینجا گذر. مگر اینجا باغچه بچگانه است؟ مگر اینجا جای بازی است؟ ما در بیمارخانه هستیم. آدم بیمار خوابیده است. شما چی کار کرده ایستادید؟ بس کنید. به خدا که دختر راست میگوید. اینجا بیمارخانه است. جدی باشید. در نزد بیمار هر گپی زیادتی نزنید. چی مگر ما گپی زیادتی گفتیم اپای جان؟ زنوب طبیعی تولی؟ بین حالا هم تو رو نگاه کرده گفته ایستاده است. کو هستید نمیبینید مگر؟ بله او رو نگاه دارد. فروخ کن اینجا بیا تو هم اون طرف رو کنی جاتان رو عوض کنید داملا اون طرف گذر. آقا اکرم بیا من برم. با تو چی علاقه آخه داری؟ ببین اول مرا نگاه داره بعد تو اون همراه طرف نشو نگاه داد نزن کنی این طرف گذر. آخر تو باشه اون طرف کنی گذرید کو بینیم کلان نشان میدهد. باز شما رو نگاه دارد دومولوزیو. دومولوزیو به خدا که تو رو نگاه دارد. فکرم یکم برادم ریشته را دیده است. در اصل من اما من سببش رو میدانم. چی بوده است؟ شناس نشدند از همین سبب نگاه کرده این خیلی نشان داده است. ممکنه خیلی باشه. بله کلت کار نمیکند. باز یک چیزی دیگر است من گفتم اونم. علاوه بر این کلتکیلس بودنش معلوم نیست آخیر. اثبات شده است یگان دلیل دارد کلتکیلسی من میدونستگی مورچه را آزار نمیدهد. این ناحق تو میشود. کلتکیلس را از کجا میشناسی؟ یعنی من کلتکیلسی خزنده را در نظر داشتم. کلتکیلسی شما میگفتگی را نی. در اینجا کلتکیلس است. پلیس را جیغ زنید. اینجا نوای. خدا اون کلتکی لاس رو زند. استغفرالله توبه کردم خدا. آنها در اینجاست. تمام همش گذشت تمام. بین همین جایم در برات هستیم. خدا نگه دارد. به خدا که انسان هنگام وفات کردن هر خیل چیزها را میدیده است. رحمتی پدرم باشد بابایم را دیدگی بود. اما در اونجا گفته رفت. سرسطگویی رو بس نمی کنید لطفاً. بیاخلا گوش یعنی ای زنی بدبختی یکی. ما یک رفته هوای تازه گیریم ما برایم اینجا بسیار هوایش تنگ شد. رفتیم اپا جان بیرون بله بریم. تو بیرا تو در اینجا زیادتی هستی بیرا. تو دمت را گیر. نمیگیرم. ای بسیار پانیک نکنید او آدم ریشته را یکم بردیده برای همه هم خیلی کردیش تشکیل. خدا رو برای بریم ابو جان. من رفته دکتر رو گویم اومدن رو بینه. خوب می شود بسیار خوب می شود. جناب سمی چیز گفتنی باشد گه داخل من سردانم را دیدنی هم از راست ایستادن درخت شدم. مایلش چی گفتنی اما انا این بچه گبزه گرن کردین یکی. لطفاً اکای من بودنی دومولوزیو رو به هیچ کس نگویید. به حکم هم نگویید چون که ما به هیچ کس نگفته ایم. اگر شنود من رو جمع میکنم. تیز گبزن؟ اون کلتکیلاس هست کو در اصل آها جانی من بیا. لیوید اکای اونال چی خیل است؟ سوزه سمی میگه که سوزه راستیگه من خدمم ندیدم. خدا رو شکر هزارون بار شکر. چی خیلی شد؟ حالا با داروی آرام کننده گذراندن خوب است. قریب بود که به دست می افتادم. به خدا که از ترس قریب نفسم می گرفت. بیچاره با باید غمگین شد.
من برای این پسر بسیار غم میخورم به خدا. من هم غم میخورم و چیکار کنیم؟ از دستمون چی میآید؟ من چی دونم شفقت یگان کار کردنمون لازم. میکنیم اپا میکنیم و چیکار کنیم؟ از کجا دونم من؟ اگر به سر او یگان حادثه آید دل من طاقت نمیکند. من به شما نه تنها اپا بلکه مادر هم هستم. اپا بسیار مینت نکن، ما را میدانیم تو به جای مادرمون هستی. گپ را دراز نکن. کنی سرهایتون را بگو. این سقراط کی است؟ اپا آرامی را رعایت کن. اینها رو ما برداشته نمیتوانیم. این سقراط گفتنی آدم بسیار آدم خطرناک است. من شرطش را خوردم. آدمانمان رسیدن. حاضر میرسن سردار. همش از روی توست کلتکل است. اگر اونال رو نجات نمیدادی امروز چیانم در قید حیات میبود. اکنون وقتی تو را به یک دردی بزرگ گرفتار کردنم آمد. بیا اکنون برویم. رفتیم. سمی جان تو میدروی؟ نه من کمتر پس میایم. بیا سلین جان ما میدریم. داملازیا حالا در اینجا کی بودنی تو رو میگفتم و از تو خلاص میشدم. آخر بیتول رو از دست میدادم. با او وعده دادم که سیری اکش رو به هیچ کس نمیگویم. اما کلتکیاز بودنت رو گفتنم رو وعده ندادم که مالش لوین بالا و آمد بعد مرا میبیند آخر. همینطور همش با آخر میرسد. داملازیا با تخلصی کلتکیل است. سمی تو با کی گپ میزنی؟ خود به خود سرود زمزمه داشتم که تو آمدی. از نیونالم در داخل جان کنی دارد. تو اینجا سرود زمزمه داری ها؟ خرچی رو برآوردن یگان جای وایمه کردن نیست کو. آفرین سمی. آفرین به تو. یا خدای توبه. رفته یک قهوه نوشیم. سلیم با خدا ای کلتکلس همین خدر قهری دارم که اگر بخاپمش باورم نمیاد. این چی عذابیست که آدمون از این کلتکلس میکشن. خدایا. اپا جون بسیار غمگینیم. رحمت جانم. خدا شفا دیدی انگا. رحمت. سردارم اونال چی خیل است؟ خوب است. دکتر هممون برآورد چیکاری کرد اونالا که آرام شی. حاضر من میتوانم در آمده او را ببینم. خوب است بیدارش نکنیم. اما اگر من او را نبینم دل من آرام نمیگیرد آخه. کمتری دیگر خوب کند لوین. بیدارش نکنیم بسیار خوب میشود. نه ینگا من او را بیدار نمیکنم. یک به در آمده بینم دلم آرام میشود خلاص. مایلش. مگر لوین این مخلوق رو ندید؟ بیچاره زورو این افرادی در برش بوده رو داملای دیندار میشود. یک دزدی قاطع بودنش رو نمیداد. نه من این رو از زورو پنهان داشته نمیتوانم. زورو با این خیلی آدم دیر باز یک جا بوده نمیتواند. بسیار ترسیدم کلتکیل از من تو رو اشاره کرد. هنگام اشاره کردنش ترسیدم که اویلان تو رو میفهمد. متاسفانه زهرا اکنون دیگر جای گریز ندارم. یعنی این خیلی نباید دوام کند. چی خیل؟ های زهرا کلتکیل از بودن داملازیا رو میداند. چی شده ایستاده است؟ مایلش آدمانمون جا با جا شدن. تیارن سردار. ذره خطاگی نمیخواهم. مایلش اکر این اکنون تنها مسئله شما نیست سردارم. کلتکلس امروز باز یک دشمن اشدی به دست آورد. کاری نیست داشته شما رو من به آخر میرسانم سردارم. ببینید من کلتکلس رو دستگیر میکنم. وجدان انسانیم. تو فیلم چپانم میپوشم از این پس دیگر خیلی رفتار میکنم. تا کلتکلس رو دستگیر نکنم خوب نمیرم. حتما دستگیر میکنم. سردارم تمام خودت رو از دست نده. نباید دوره. سردارم چخور نفس کشید نامید نشده.
سردارم حالا نمونه من با شما بسیار کارها دارم یک دقیقه سردارم با فکرم این نمیرود محکم شده از یک دقیقه این اشکوف بود است که اشکوف دست از یک دقیقه از باید سرچاقتی مرتن شما رو تازه بکنید پیشی سینه دارم دهان و بینیت رو من تازه میکنم احتمال سردارم نمیره تمام سردارم قریب آمد این شلنگچه شاید جو باشد این در جو باشد سردارم دهانت را کشید با وسیله نفس میکشید دندانت خیلی میقپید یا خدایا سردارم نمید اینه تو بچه های رو پیداشه زیر بکنه من نمیدونم سردارم نمیدونم سردارم بازی تلویزیون چرا شد بکنم سردارم من سردارم گفتم من بیاد با وسیله نفس میکشید سردارم ببخشید شما چیکار میکنید؟ با فوت کرد سردارم من هیچ کار کردن نتونستم زنده است اما شما چیکار کردید؟ زنده است؟ یعنی که سردارم نمورده است؟ بله زنده است خدایا با تو هزاران با شکر با شما از اینجا کمتر اکسیژن روان کنم من پلیسم یاری اول رسوندم از اینجا اکسیژن دادم و ترمچه ها زیر کردم اما هیچ چیز نشد این بالون خالی بوده است یعنی با اون چند بار گفتم این حریف بسیار خطرناک است رو میکشد اما گوش نکرد حالا کاری شدگی رو بین باز از روی این حادثه ها همیشه او ما را گناهکار میکند لطفاً فکری بد نکن همین خیلی از زهرا حالا او فکر میکند که من با سقراط یک جای کار میکنم اما سقراط قریب بود که یزدان رو میکشت تو رو نجات دادی دیر یا زود یزدان همه این رو میفهمد اما او نمیفهمد اما ناحق است تو گناه نداری آخر کلتکل است میدونم گناهکار نیستم اما این دیگر اهمیت ندارد دارد همه باید بیگناه بودن تو رو فهمند حیاتی یزدان را دوباره نجات دادی زهرا همه فهمند هم اون اصلا باور نمیکنه و بالای این یعنی حالا او فکر میکند که من با سقراط او را بدام افزاندم باز بسیارتر از خطایم میشود این رو دوام داده نمیتونم خاموشم لطفاً کلتکل است خاموشم و من نگوی که من باید روم در حقیقت من به این طاقت ندارم اما نه خود راهی دیگری نباشد چیکار کردم میتونم زهرا از سقراط خلاص شوی شاید همش حل شود چخیل خلاص شوم او را کشم سفسطه نگوی چخیل کشتن از پشت یک دیوانه قاتل شدن میخوایی خیر چخیل خلاص شوم چی دونه او را به محبس روان کن نمیشود مگر نمیشود این حریف رو حتی با محبس کشم هم خلاص شده نمیتوانیم خبر کشی میکنه دنبلازیا بودنم رو به همه میگوید هم اگر حتی با محبس در روی شناسایش بسیار آرام نمیشیند از خفایم آدمانش رو میگذارد اکنون تو رو باز به خطر گذاشته نمیتوانم من باید روم خیر اکنون چی کار میکنی؟ نمیدونم در حیاتم یکم بار چی کار کردنم رو نمیدونم تمام غمگین نشو همش میگذرد لوین وضعیتش چی خیلی است؟ وضعیتش تو رو سردارم رو خیلی دیدن مرا بسیار افکار کرد سیلین مرا نابود ساخت این سردارم مولل است یک آدم کلان میبینیش لنگاش دراز خوابه با زور نفس میکشه من خودم خیلی زیق شد که فکر کردم که مرده است لوین این خیلی گب نزن خطر حیاتش پسی سر شده است گوش کن کنی رفته بین بسری اون کلتکلوس یکم بالا اومد کنی رفته بین اپا جون چی میشه؟ یک آدم کلان از درم اینجا ایست و آرام شد تو هم اینقدر بیقرار بودی؟ ای چوششما دعا کن که ملیسایی لباسا در تنت نیستن و از بیل نغلطن این رسمت بین غلطون دی حیوان این کی است؟ دیوانه قریب بود که تو رو میگوش بگی گمش کن که میکشون آرام شما خیر گم شده در اینجا محافظ نیست مگر روبین ما تو چه خیلی نگاه میکنم لطفاً به هیچ کجا نرم مرا تنها نگذار به هیچ کجا نرم زهرا تو را اصلا تنها نمیگذارم
کیست؟ اون آدم؟ لطفا جواب نده. لطفا به تلفن اون قاتل جواب نده. کلتکیل است. چی میگویی؟ تو گپ رو نمیفهمی؟ با تو گپ هایم رو گفتم مگر من رو نمیشنوی؟ آخران گپ رو همه وقت من میگویم. و تو گفته بودم که بین من و اونا ندارم، اما من رو گوش نکردی. این رو فراموش نکن کلتکیل است. من خون رو با خون بدل میکنم. با تو روبرو گپ میزنیم. با تو روبرو گپ نمیزنم سخرو. اگر با نظرت خوبیم روزی آمدنم روزی آخری ند میشود. فهما؟ انا آمدنت باوری داری کلتکیل است؟ نشان بگیر. برای عروست نگر. بشرف. تو رو میکشم احمق، فراموش نکن. چی گپ شد؟ اکنون چقدر جدی بودنم رو فهمیدی ها؟ با تو چی بودن جدیت رو میفهمونم سقراط. حالا میبینی. زهرا با من بیا. چی گپ شد؟ با من بیا. هیچ گپ نیست. آرام باش. هیچ چیز نیست. چی گپ شده است؟ زهرا با من وعده بده مالش. از اینجا به هیچ کجا نمیجنبی مالش. نه لطفا خوش میکنم. زهرا وعده میدم برمیگردم. خودت رو احتیاط کن مالش. خیر. چی خیلی نگاه دارم. چی نگاه داری؟ لوینت از برای خود آرام شم. سلین التماسمو پدنالا تبگو که اینجا گوشه و کوزگان کارش بکنم و از بینش بغلطم. لوین جون آرامانه نفس بکش. چخور نفس بکش. لرزشی دستانت میگذرد ماینش. سلین جان دستی مرم خیلی یک ساعت با خپین بیستیم. با فکر مصابه من آرام میشم. ماینش. مرا گوش کن. کارها خوب پیران شده ایستادن احمق. یکون عملیات کردنمان لازم. این کلتکیلاس به دامی سکونجه شیطان افتیده است. باز چی خیلی عملیات اپا جان؟ تو همچی گفتن از رو نمیدونی. این آدم ها خطرناکن، شوخی نمیکنن. زمین افتاندم. تو رو هم سقراط همین کرد. من حقوقهای خود را خوب میدانم. مرا نشناخته ای. در کتاب من ناموفقی نیست. نیمان وظیفه‌اش را اجرا کرد. کارش ترساندن تو بود. چخیل؟ آدمت حالا در زمین خواب است. مگر همین بود وظیفه‌اش؟ تو هیچ مرا نفهمیدی کلتکیل است. پایان رو نگاه کن. ماشین سیاه رو میبینی؟ کلتکیل است. برای دوست داشتنت را حمایت کردن قوه کافی نداری. از این سبب مرا غضبانی نکن. زود به کارخانه‌ام بیا. سردار چرا کلتکیلاس را از بین نمیبردارید؟ با شما کاری بد کرد. آخر شما خیانتکاران را نمیبخشیدید. من جزای کلتکیلاس را دادم. تو خواطر نشو. جزای کاری کرده‌اش را بسیار وزنین پرداخت میکند. کلتکیلاس با کجا رفتی؟ لطفاً به من بگوی. زهرا من باید روم. با کجا باید روی؟ التماس سوال نپرس. دیوانه میشم. لطفاً به من بگو چی شده ایستاده است ها؟ آرام شو. با تو وعده میدم برمیگردم. مالش سقراط دعوتت کرد ها؟ نمیروی. زهرا نمیروی. زهرا بین با تو وعده میدم. مالش لطفاً به خونه رو در نزد ارغونچک مرا انتظار شو. وعده میدم برمیگردم. با نزدت میایم. وعده میدم. یکی به تو چیزی رخ دهد. نمیدهد. خواطر نشو. وعده میدی؟ وعده میدم. با احتیاط باش مالش برمیگردم. انتظار شو.
سقراط تو همینقدر غیرت داری که با اویل هم دست میرسونی. مرد باشه با خودم سر و کار بگیر. به من افسانه نقل نکن کلتاکیلاس. از روی تو از همه انسانی در این دنیا دوست داشتم. جیانم را گرفت اونال را به خاطر از خفای تو شدنش از بین بردنی بودم. اما تو چیکار کردی؟ بازی کرده آدم را نجات دادی. خیر اونال چی کرد؟ جیانم را کشت. چون دوباره اونال را از بین برداشتنی شدم باز با من بازی کردی. اگر خودت را به جای من میگذاشتی این خیل نمی کردی. خواستم مانندی من حس بکنی. ترس کسی دوست داشتت رو گم کردن چه خیل بوده است؟ اکنون فهمیدی؟ تو بابا نیکویا نقل نکن. من سالها است که میترسم که دوست داشتم رو گم نکنم. چی میخواهی؟ بگو این رو. جزای کاری کرده ات رو میپردازی کلتاکیلاس. باز از من چی میخواهی سقراط؟ این رو با من میگو. از محبس خلاص کردن جیانت رو گفتی کردم. حاضر چی میخواهی؟ این رو بگو. اونال رو میکشی. پگاه تا ساعتی 12 اونال باید بمیرد. سقراط از من چیزی دیگر بخواه، اما این رو نخواه. نمیشود گفتم. میکنی. اونال رو میکشی. خونی من رو تازه کرده جزای خودت رو هم پرداخت میکنی. نباشد چی شدنش رو خوب میدونی. اونال رو با این سلاح میکشی. فراموش نکن پگاه تا ساعت 12 مهلت داری. این دفعه با من بازی نکن که تو را نابود میسازم کلتاکیلاس. من دیگر راه ندارم. نه. اکا با من نمی گفت. در محله گفتن که دامادی جناب اکرم پرانده شده است. برای همین من هم رفته کفت و کب کردم. او را کلتاکیلاس ما از دستی سقراط خلاص کرده است. این را سقراط نمیبخشد دادرم. یا کلتاکیلاس را میکشد یا از کشتن بدتر میکند. این دامولازیان نیست مگر؟ ماشین را دار؟ دامولا شام بخیر. خوب هستی؟ خوبم. شنیدم اونال را پراندن. وضعیتش چه است؟ خوب. خطر حیاتش را پس سر کرد. دامولا این سقراط یک دیوانه تیار است. چرا به بین آنها میدرویی؟ من نفهمیدم. دامولا میدانی داخل در طبیعت حیوان ها هستند. یک دیگرشان را میخورند. در طبیعت موازنت را تامین میکنند. گذارید یک دیگرشان را بخورند داخل. اکنون خواهم هم از بین آنها برآمده نمیتوانم. آقای کنان سقراط از من کاری نمیشدنی را خواست. چی خواست؟ اونال را باید کشم. به این هیچ حیران نشدم. خیر چی کار میکنی؟ اونال را میکشی؟ نمیتوانم. دامولا اگر نکنی این سقراط تو را پشیمان میکند. همه بدی را از او انتظار شدن ممکن است. کمی بنشین صحبت کنیم. دامولا این سقراط برای خونی اژدر
oileyi تو را و oileyi اونال را هم چشمش را نپوشیده به قتل میرساند. پدر و مادر آن اژدر هنگام کارهای سیاهی سقراط را کردند وفات کردند. هنگام طفل بودنی اژدر سقراط باشد خودش را مسئول حس کرده او را مانند طفل خودش کلان کرده است. فرزنددار نشده است. اونال اژدر را کشته کاری بد کرد. قصاص آن را نگرفته باز نمی ایستد. یعنی که چه خیلی که میفهمی یا اونال را یا سقراط را از بین بردن لازم. دیگر راهی برآمد نداری. کنان میدانی اکنون همه چیز رو میدانی. البته داملا تو همچون آدم دیندار این خیل کارو کرده نمیتوانی. راه نشانده جایز است بگو. یگان کس را روان کنم تا که کار اونال را بیند. نه آقای کنان، اگر مردن اونال رو میخواستم او رو از دست سقراط خلاص نمیکردم. هم جایز نیست. داملا تو جایز است بگو با سقراط یک عملیات ترتیب دهیم. چی گفتی؟ اینش هم نمیشود. آخر این چی کار میشود؟ دیگر نمیفهمم. داملا اگر گفتم ممکن باشد این دو کاری بسیار نازک و بد است. بسیار وضعیت مشکل. خدا مددگارت باشد. اگر یگان احتیاج برایت تلفنم دایم فعال است. علا گفتنت بسنده است. با اجازت شما. خیر. تشکر زیاد. وای کنان، به دیوانگیت نگاه نکرده جوان مردی. کالتاکیلاس سیر خواطر شدم. با تو یکو چیز میشود گفته ترسیدم. با تو گفتم که می آیم. اون آدمی احمق است. چی میخواست است؟ اونال رو میکشی. هیچ چیز نه، مثل همیشه مرا تهدید میکند. از او چی خیل خلاص میشوی؟ یکی به تو یکون ضرر رساند؟ زهرا، چرا اینقدر برای من خواطر میشوی؟ ایستا التیماس نرفت. تو رو دوست میدارم. تو چی گفتی؟ چی گفتی؟ تو رو دوست میدارم گفتم. تو رو بسیار دوست میدارم. اگر خواهی من به همه میگویم. فقط خواهش میکنم نرم. تو رو بسیار دوست میدارم. زهرا، ما کی به اینجا اومدیم؟ شب در حال خوابت برد. من باشم تو رو با اینجا آوردم. چی خیلی آوردی؟ با خدا کمی مشکل بود ولیکن برداشت آوردم. در آغوش تو خوابم برده است بگو. مشکل نیست. اگر خواهی روی دستم میگردونم. گرسنه شدم. از روی حادثه ها چند روز شد خوراک خوب نخوردیم. اگر تو آماده باشه رفته خوراک خوریم. مرش رفتیم.
ин атр аз ҳаҷ аст. Буша дасти дигаратро биёр. биё ка. Пур буша. ташаккури зиёд. бисёр бӯи хуш дорада. домлои девона нест? ҳамон аст ба худо. ассалому алайкум. алайкум салом. ҷамоати муслимин, пеш аз ба масҷид баромадан телефонҳоятонро хомӯш кунед. мабодо касе занг занад, шуморо аз ҳолат беҳолат мекунад. хуб, амри маъруфи имрӯзаамон дар бораи малоикаҳо. малоикаҳои нарина ва модина. ба шумо оиди ин каме маълумот медиҳам. ин девона боз аз куҷо баромад? бача хомӯш. домлозиёҳ бояд ба ин роҳ намедод. бин одам роҳашро ёфт. ҳоло бошад аз минбар поён намешавад. акай халид домлозиё чӣ кунад? ба ӯ дилаш сӯхт охир. ака майлашу дилсӯзӣ дар ин замон зарар дорад. ман домлозиёро гӯш мекунам. тоқати дидани ин девонаро надорам. бародарони мусулмон, байни худатон ҳар чиз нагӯед, маро гӯш кунед. ман барои шумо амри маъруф мекунам. ё одам шавед, ё баромада равед, ҳам вақти худатонро нагиред, ҳам вақти маро. ё худоя тавба, вай домулои девона шуморо ҳам девона кардааст. ман аз паси ин девона намоз намехонам. амаки халид, ман мебароям. истед, сабр кунед. шумо ҷамоати ман ҳастед. шумо инҷо мемонед, ҳеҷ куҷо намеравед. ҳамон барои худат амри маъруф кунед. истед, наравед. вагарна ба худо қасам мехӯрам ки дар ҳаққатон дуои бад мекунам. дуо мекунам гуфте? ҳиҷрӣ, ба ӯ аҳамият наде. ӯ девона аст охир. шумо хубиро намефаҳмед. касе ки аз масҷид берун нашавад, хонаш пур аз кайк шавад. чӣ? кайк гуфт? бале, ӯ кайк гуфт. чӣ хел кайк амаки халид? ман аз куҷо донам ҳиҷрӣ? домулои девона, бубахшед, шумо кайки майдаро дар назар доред ё ҳамон кайкҳои мисли кана калонро? калон пурри кайки калон шавад. кайкҳо ба ҳаҷми қурбоқа. ба як қарор биёед, ё кайкро бигӯед, ё ин ки қурбоқаро. ин фарқи калон дорад. маро гӯш кунед домулои девона. ана кайк махлуқи зараррасон буда дар тану сари инсонҳо ҷой гирифта хуни инсонро мемакад. қурбоқа бошад дар даруни ботлоқу байни алафҳо мегардад. байни инҳо фарқи калон аст домуло. тамом ҳиҷрӣ, биё меравем. ба шумо мегӯям, истед, наравед. касе ки меравад ба сараш сангпӯш борад. аз қурбоқа ба сангпӯш гузашт. девонаи тайёр аст. биёед меравем. девона сабр кунед, наравед. ба ман гӯш кунед. ҳоло сабр карда истед. ман вай домулои сохтакори шуморо ман нишон медиҳам. сабр кунед. ба шумо мегӯям, баргардед. мардум, сабр кунед. ҳоло сабр карда истед. домулои муттаҳами сохтакор, сабр карда ист. ҳоло ман туро нишон медиҳам. متهم ناکس. خدا را شکر وضعیت او نل خوبتر شده است. بابا جان با اپم گپ زدی؟ بله، گفت که خبر خوش را رسانم. بسیار خرسند شدم عالی. اکای اونال با قوت از زود زیاد میشه. اونال رو میگوش. داماد؟ تو بیمار هستی؟ نه آقای اکرم، من کم مانده هستم. انشالله اونال معیوب نشده صحت میشه. تورین دم بگیر استغفرالله و چخیل مایم است. ای فاروق چخیل چی میگویم؟ دینا ندیدی در بیمارخانه؟ یعنی چشمانش قریب که اثرش میبر اومدن. چون گپ میزد که در مقابلش کالتا کلاس باشد. یعنی گویا که کالتا کلاس در بیمارخانه بوده است. مگر شما پای نبردید؟ تنها من پای بردم. هیچ کس پای نبرد. با خدا که این کالتا کلاس سلامتی اونال رو از بین نبرد خوب است. این چخیل گپ است یانگا. یزدان بسا خوب است. چخیلی که دکتر گفت خوب میشود. اما آخر از دهانش بغیر از کالتا کلاس دیگر هیچ چیز نمیبر اومد. شونون گپ میزد که گویا کالتا کلاس در بیمارخانه در مقابلش ایستاده است. اون کالتا کلاس گفتن آدم جرأتی به بیمارخانه آمدن را میکند. یک بیاید با دستانم میجوید. کالتا کلاس شاید آنقدر در دوری نباشد. یعنی در نزدیکی هایمان بوده میتواند. این خیلی شده میتواند. این میدوند مگر کالتا کلاس بودنش را میدوند مگر در گلویم نونو یک لحظه کنیم بگو همه چی را میدوند؟ چی را میدوند؟ خانم جمیله
چرا سمی میداند گفته پرسید؟ تو دعای دسترخوان رو میدونی؟ من دعای دسترخوان رو از کجا دانم؟ داملوی مادر، داملو این است. اگر بدانی خوب می شود و یگانجا برای خوراک خوری بروی در برات داملو نباشد چیکار میکنی؟ تو شاید پیش از خوراک بسم الله هم گفته نمیتوانی. هو بسم الله الرحمن الرحیم. داملو دعای دسترخوان رو میخونید. داملا یک دعایی به جایی کنید که برکت این دسترخوان زیاد شود. خیر میخوانم. در کجاست؟ آن داملای ساختکار میگویم در کجاست؟ این کیست؟ این از کجا برآمد؟ آدمی در جنگل بوده. این کس همون است؟ یعنی از جهت خیز داملای ساختکار خیز از جهت میگویم. ای خدا زده. ای فروخ چی شده ایستاد این آدم کیست؟ من از کجا میدونم؟ تو هیچ چیز رو نمیدونی فروخ. این کیست؟ داملای حقیقی؟ نه اپا جان، یک دیوانه تیار است. از دیوانه گفتن دیوانه شده است. کار دیگر ندارد، به داملا زیادین چسبیده است. این از کجا برآمد؟ ساختکار فریبگر، جماعتی مرا از من دزدیدی. آنها مرا گوش نمیکنند. آنها را جادو کردی. جناب ما را میبخشید و میگفتید شما کیستید؟ باز یک گپی دیگر دارم. شما درباره داماد من چرا این خیلی گپ میزنید؟ داملوزیا این کیست؟ جناب دیوانه است، اهمیت ندید. دیوانه. بسیار خوب. گوش کنید، من دیوانه نیستم. من داملایم. دیوانه باید. گوش کنید جناب، دامادی تو داملا نیست و یک ساختکار است. یک ساختکاری دیوانه. بله ساختکار. اگر تو ساختکار باشی پس همه کاری تو ساخته است. داملازیا بوده است. بله نشونیدی چی گفت؟ ینگا بس از آخر باز تر کردید. ساخته گفتن بیزار دختر و لقی دنگیرد. با لقی دنی و هیچ گپ نمیشد. او هم دیوانه است. زنی بد اخلاق. مگر من دیوانم ها؟ یکون چیز بگو. من به تو فهمانده ایستادم که دامادی تو دیوانه است. دیوانه ای ساختکار. مادر نمیبینید آدم راستا دیوانه است. شما اینقدر به داملوزیا میچسبید؟ هی این آدم هیچ چیز را نمیداند. ساختکار است. حالا که شاگردش در برش نیست، من وی را غافلگیر کرده یک چند سوال میپرسم. کنی پرسید. آفرین. کنی بگو در قرآن کریم چند سوره موجود است؟ در اصل تو جواب بده. در قرآن چند سوره است؟ البته که جواب میدهم. 114 سوره موجود است. آفرین. دیوانه هم باشد میدانسته است. آفرین. این ساختکاری متهم را ببینه گپ را به کجا برده ایستاده است. خوش مادامی که داملا هستی کنی سوره یاسین را بخوان. خواندن و میخوانم و حالا طهارت ندارم، گناه است. این رویت در گل. گپ را دیگر سر نبر. داملایی بی توفیق. حاضر من سوره فاتحه را قرائت میکنم، تو باشی معناش رو میگویی. راضی؟ کنی جواب ده. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. استاد؟ لبه هجری. استاد من معنای سوره فاتحه را از خود کردم، برای شما هم بگویم؟ بله. حمد مخصوص پروردگار عالمیان است. او بخشنده و مهربان است. پادشاه روز جزا است. خواست تو رو میپرستیم و تنها از تو مدد میطلبیم. هم خواسی پروردگار عالمیان است. بهتری. برادرم دانستی. براو. الرحمن الرحیم. او بخشنده و مهربان است. مالک یوم الدین. پادشاه روز جزا است. آفرین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تنها تو رو میپرستیم و تنها از تو مدد میخواهیم. براو. آفرین. اهدینا صراط المستقیم. نشان ده به ما راه راست را. صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. راه کسانی که بر آنها انعام کرده ای، نه راه کسانی که بر آنها خشم گرفته ای و نه راه گمراهان. آمین. آفرین. آفرین زیا. داماد آفرین به تو. معنایش را چیزی با گفتی. آفرین به تو. یگان جای مبالغه ندارد. در نتیجه من آخر داملا هستم. شفقت این اولیا شده است و ما خبر نداریم. همه چیز را میدوند. اگر هر کسی لایق هدایت باشد خدا هدایتش میکنه.
او شیخل این را دانست و یک دامولای ساختکار است. با وی باور نکنید. او یک دیوانه است. همه شما را جادو کرده است. شما با من باور کنید. او جادوگر است. جادوگر. داملا ازمی التماس. مادر اکنون دیدید آن آدم دیوانه است. ای فروخ، دیوانه این است. انیق. دیوانه بودن این آدم را از کجا میدونید؟ مگر حجت دیوانگیش رو دیدید؟ براو مسلمان. براو. سمی کور استی. او دیوانه تیار است. من دیوانه نیستم. دیوانه وی است. وی دیوانه است. من دیوانه نیستم. دیوانه وی است. در آخر این کاغذ رو گرفتیم. خدا رو شکر. برای گرفتن این قریب بود که میمردیم. بخشکه چی خیلی میمردی؟ تو مگر منیک هستی؟ از جانم سر شده ای؟ کنی کاغذ را ده. نمیشود آقای کانون، تشخیص رو باید دوام دهیم لطفاً. مگر دیوانه هستی؟ کاغذ را بده میگویم. بده. گوش کنید. این رو پس سر میکنیم. با من باور کنید. تشخیص رو دوام دهیم. کاغذی تشخیص را بده. آقای کانون به خدایا. نه لطفاً نکنید. دیستید. میلش تشخیص رو میدهم. عذاب کشیدیم اما در آخر گرفتیم. کلتا کلاس دوستم با آزادیش برسد. یا خدایا. آهسته بران. حیوانی. این چیست؟ چیکل چی؟ همون کاغذ؟ چیکل کاغذ تایلا؟ اکا این نتیجه تشخیص دکتر از گفتی هزی بازوری گرفتم کو؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ مگر دیوانه ای ها؟ ای خدای با من صبر ده ها؟ های کلتا کلاس. های کلتا کلاس. مرا معیوب کردی. من اگر تو را به دست بیاورم با تو نشان میدهم. نشان میدهم. اکا خوب هستید خودتون رو به دست گیرید؟ ای حیوان آهستران که آرامی جانم می رود. آن دل که با خود داشتم با دل ستانم می رود. ای ساربان آهستران. این کاغذ را برده به داملا دهیم. کلتا کلاس برادرم آزادی را به دست آورد. ای پده اونشده هر چرچی گفته است. یا خدایا. داملا بیا بریم او طرفو یک هوای تازه گیریم. حوالی را تماشا کنیم. من به هیچ جا رفتن نیستم. دور شو از من تو هم درست کنه همون داملای ساخته هستی. دور شو. داملا شما گم شوید. داملا هیچ دور این وقت بدبخت نمیاد. ازمی یک روی نکنید. این رو داره. این همه یک طرف ستاز من. زانگی از تو کمک پوزا بردارم استاد بجری تو در اینجا چی کار میکنی؟ استاد اگر آدم به حفظ رفتد پای به طهارت میشود یا نه؟ بجری مگر حالا وقتی سوال پرسیدن از این آدم رو نجات دادن در کار؟ استاد این روا است. مگر کسی که به حوض میدراید به طهارت میشود؟ نمیشود. این خیلی ممکن نیست. پس نباشه زیر باران نیستیم گفتنی بعد رفتن نمازمان رو خانه این خیلی بشود. نمیشود. بیا. استاد یک پیشنهاد دارم. حالا من به درون حوض در آمده او رو میبردارم میشود؟ نمیشود. داملا این رو دارید. دامولای دیوانه تو چی کار میکنی؟ از برای خدا این چی حال است؟ چرا به حوض در آمدی؟ بیا داملا دستت آمده. بیا داملا. چند روز شد که آب بازی نکرده بودم. کنیان آدمی که مرا فریب داده؟ تو مگر مرا فریب دادنی هستی؟ کنی پولهایم را برگردان. شوکت این آدم از تو کدام پول را میطلبد؟ جناب اکرم این هم یک دیوانه دیگر است. آخر نامش رو گیر و گوشش رو کش میگیرم. من تو به این دامولای ساخته را نشان میدهم. جناب من یک متعهد میباشم. انا این آدم مرا فریب داده پولهایم را گرفت. چی؟ آشکارا نقش بازی بله آشکارا بازی دارم. مگر این خیلی میشود آخه؟ من از این برادرم هجری برای یک کاری خیر زمین میگرفتم. این آمده مرا فریب داد. حاضر در اینجا من تو که هستی کنی پولهام را بیده. برای گم شد دهن بوی نفت کرده.
بیچاره همه قباد وقتی هستن که حضرتی پرموشن داملو بخشیش یکی شد هیچی نبود اصایتان بگیرید ببخشید جنابم یک دیوانه بوده است خودش رو داملا میگرفته است مردم محله شکایت کردن تو در همین دیوانه ایه انا همین است دیوانه دیوانه ایه برادر شما چیکار کردید؟ من دیوانه نیستم من دنبال نداشتم دیوانه نبودم مرحمت کنی شینید بچه شینید محل شاخر گوزریه داد چای می‌نوشه ما اپا جان ایستو با کجا میروی؟ کلتا کلاسی است با کجا میروی؟ آفرین با تو چی؟ اپا جان کمترک بلندتر فریاد بکن هیچ کس نشونید کلتا کلاس گفتن نداره خودت رو نشان نده هیچ کس ندید خیر اپا جمیله به خدا برای اونه که یگون گپ از دهانت میبراید تلخ کفسم التجا میکنم مخنون از این خونه بیرو گفتنت رو سر نکن تو خودت ماننده ساعتی بمبدار اینها را یک طرف گذار کنی به من بگو سقراط گفتنی آدم کیست؟ اپا سقراط رو بیامان یک آدم بسیار خطرناک است خیر تا بازی با کجا میروی؟ با مسجد خدا قبول گرداند برادر او بسیار آدمی یک رو است مرا گوش کن این خلصوص نیستیم و رفته خریداری کنیم من چیزهایم را گرفته زود بر میکنم مایلش اپا جان ما به خدمت آمادم همیتونه میرسی سردارم کی با پا میخیزید کی همش مانند گذشته میشود خیر مگر شما قوه پیشنیتان رو به دست آورده میتواند کی میدوند مرا لیوین گفته باز فریاد میزنید مثلا حجت ها را یک دم میپردید سردارم التماس خودت رو از دست ندید خیلی دکترها گفتن که اونقدر خطر جدی نیست اما شما در اینجا مرده بار دراز کرده خواب است این نشانه خوب نیست دلم به حضور از بسیار خواطرم التجا میکنم خدایا التجا میکنم سردارم خیزید از پای کار شویم دستت رو گیر زیر نکن سردارم باورم نمیاد که شما زنده اید از خدا شکر میکنم یک بار دیگه گفتن سردارم یک بار دیگه التماس انتی احمق علی در کجاست یعنی هلی تمام شب در نزد شما بود سردارم بعد من به خاطر کم چیز خورد و با خدایت باز او رو به آشخانه روان کردم باز این میآید لبنت کلتگیل از در اینجا بود در بیمارخانه سردارم بگذار گفته شما شد پسرم در حقیقت در اینجا بود سردارم خبرگیری آمده به شما مگر تو هم من باور نداری اما آخر سردارم اینها همشون تاثیر نرکوس میباشن میگن هنگام نرکوس خوردن گلوتینت شدنش همه چیز رو آدم میدیده است پسرم وای در حقیقت در روبرویم بود میگویم به بیمارخانه آمد میگویم سردارم در حقیقت اگر این خیل چیز شدنش ممکن است سقراط و کلتاکیل از مرا کشتن خواستند آنها در همه جا بوده میتوانند کلتاکیل از باشد کاری نیمکارش را برای تمام کردن به اینجا آمد اما موفق نشد به این هم موفق نمیشود سردارم شما هیچ خاطر نباشید I'm sorry من باید کلتاکیلس را کشم کلتاکیلسی بیشرف را با دستانم بوغی کرده میکشم برای از اینجا گریختنم به من کمک کن لبنت چه خیلی سردارم جدی میگویی؟ پسرم من باید گریزم گریختنم لازم است سردارم شما بیمار هستید التماس این کار چه خیلی میشود اپا تو چیکار میکنی از برای خدا مگر تو دشمنی من هستی دستانم میکننده هیچ کار نمی کند اپا از برای خدا تو چی در داری؟ دیروز آمدی خانم خانه شدن میخوایی چون کلتاکیلس به تو میگوید بیرو تو باشی بارو بند طبیعی در سرت میزنی این بارو بنده تو چی نداری؟ ای شبقت این قدر بسیار گپ میزنی مثل خوشتامنم هستی راکت اپا جان مگر تو خوشتامن داری ها؟ تو هستی کو با دویمش چی خوشد؟ یه روز سیاه خسور میگفتی آخی کلتا ناملازی ها السلام برادر سلام علیکم سلام علیک السلام این زن کی است؟ جوانم من جمیله اپایزیو هستم